سلام بچه ها، صبح بخیر. با پاکت شیر و لپتاپم دارم میرم پیش موش کوچولو. اینم از هوای امروز و از خونه ما. فلفل جون سلام کن به بچه ها. سلام، بیدار شدی فلفل؟ بریم. خوشبختانه خونه غزاله تا خونه من فاصله زیادی نداره، خیلی به هم نزدیکیم. یه وقتای 15 دقیقه است، یه وقتای خیلی شلوغ 20 دقیقه، بیشتر از 20 دقیقه دیگه نیست. کلا نزدیکیم. خیلی خوبه آدم به دوست صمیمیش نزدیک باشه. موش کوچولو، به بچه‌های یوتیوب سلام کن. موش کوچولو سلام. خوش گذشت ابوظبی؟ خیلی هم عکسات خوشگل بودا. تو مکانهای مختلف میرفتی انگار. نمیتونستم لباس زیاد با خودم یعنی بپوشیم، چون یهو میرفتیم از توی نخلستان، بعد از تو گلابه، از تو رودخونه، یعنی نمیشد لباس خاصی بپوشیم. نه غذا خیلی سخت میگیره. لباسات خیلی هم خوب بود. فضا خیلی به قول انیس میگفت اصلا باش سفر کردیم. وای اونجا که اینجوری صدای قهوه در می آوردن. ما رو برد اون جاهایی که خود کلارا رفته بود و الهام گرفته بود از اون عطر. شخصیت کلارا چطور بود راستی؟ خیلی ساده و آره مشخص بود. یعنی چقدر سفر خوبه تو زندگی. خلاصی که ما حال کردیم. برین تو یوتیوب خودش کل سفرهای ابوظبیش رو ببینید. قطعاً که یوتیوب واقعا ابوظبی تو یعنی دوربین خوب از کلیه براش مهم‌تره. خسته بودم. فکر کن مثلا آخرین جایی که رفتیم تقریبا 2 ساعت از ابوظبی فاصله داشت. العین رفتیم العین، بعد رفتیم یه جا نهار کنیم. یعنی آخرین روزش واقعا خسته بودم که رفتم توی دستشوی پیژامه پوشیدم که برگردم دیگه و همونجا جا داشت. الان پیدا شد؟ آره خدا رو شکر. دبی تنها دغدغه‌ای که نداری یه چیزی گم بشه به قرآن. استرس نداشتم اصلا. از سفر زنگ زدم به هتل، گفتم دوربین اینجا، گفت یس دوربین دست ما. بعد مگه بهم میدادش این کدو بفرست تو ایمیل، حالا این کدو بگو. آره برو یادتونه بچه‌ها از شارجه خریدم امروز آوردم بهش بدم خوشحالش کنم. ولی یا به قرآن میتونستم برم تو مسیر استارباکس، ولی قهوه‌ای که غزاله دم میکنه یه چیز دیگه است. کاش فقط یخاش بیشتر باشه. ماشین ظرفشویی غزاله کلا قانعم کرد که بخرم. بعد غزاله خیلی در مورد چیزا واقعیت میگه. بعد گفتم غزاله که خیلی مهمونم خونش نمیرفته اینا. بعد که با خودم فکر کردم گفتم راست میگه. نوید گفت من که میخرم، ولی دوستان گفتن زن ما اصلا استفاده نمیکنه. نه بچه‌ها، من تهران که بودم یه دونه داشتم، الان جاشو ندارم، ولی همیشه سینکل تمیزه. میخوری میذاری داخل ماشین، شب روشن میکنی، صبحم خوش شده میذاری سر جاش. یعنی کانترت همش تمیزه دیگه صبح خوش شده سر جاش هم نذاری در میره استفاده میکنه دوباره میره داخل. آره. بعد غزاله میدونه خونه من خیلی مهمون میاد. دوست دارم یعنی آره کلا مهمون داشتن، مهمونداری رو دوست دارم. مثلا دوستای نوید اومده بودن دبی، گفت آنا اولین بار مثلا خانمش اومده میخوای باهاش آشنا شی اینا. دوست صمیمی نویده، همکارشه. گفتم به یه گفت بریم بیرون مندی اینا. گفتم خونه میتونم بیانا با هم بشینیم. گفت آره. گفتم ولی باید برام ماشین ظرفشویی بخری، چون خیلی ظرف کثیف میکنم. من عادت دارم مثل مامانم وقتی غذا می‌خورم. خونه ارزونه. راست میگه. مثلا همین میز آرایشی که من از ایکیا خریدم 200 درهم، 250. خیلی ارزونه. فایزه میگه آره 250 فردا برم بخرم. آره من ایران که بودم مثلا یه میز وسط می‌خواستم بخرم، چون به پول ایران خیلی میشد. گرون میشد آفرین. اینجا مثلا یه سری برندها خیلی گرونن. یعنی آیکیا اینا خیلی ارزونه. همون سنتر هم تخفیف زده بود، خوب بود. غزاله من رفتم یه سری برندهای خونه که مثلا تو دبی مالن یهو مثلا میز وسط 20000 درهم 10000. اون دیگه مال اماراتی‌ها خودشونه. خدا بچه‌ها غزاله داره بهم انگیزه میده که این آشپزیایی که انجام میدم تو خونه رو توی اینستا بذارم. بچه‌ها یه سینی دریایی درست میکنه. قیافه من میخوام بعد بزرگ کلی روش مثلا چیزای مختلف، قلیه ماهی، میگو، این قرچنگ. بعد بهش میگم الان جدیداً مد شده بذارش رو سرت بنجور بیارش. چند میلیون ویو؟
تینا اسدی گذاشته بود. وای تینا خیلی با سلیقه بود اون آره. غذاش. اصلا کلا تینا میز باحال میچینه. آره. یکی دو بار رفتم خونه‌شون. با سلیقه از تو میز چیدن. برعکس من. اتفاقا من حالا از خداییش همین عدس پلوشو چند بار نگاه کردم. آره. من استوری گذاشته بود. دمش گرم که پستش کرد. خیلی باحال بود. اصلا من یه لحظه فکر کردم این عدسه رو چجوری تهدیدش ستایی خیلی باحال بود. بعد بهش میگم تو هم با سینی دریایی بیا. 40 میلیون ویو. 33 میلیون ویو خورده بود. باحال بود. ایده خوبی بود. آره. من این هفته خلوت‌تر شدم. کلا چیزایی مثلا خانه‌داری و اینا ویو میخوره. آره. آدم‌ها یاد میگیرن پاششون میرن. حالا چرا امروز صبح من اومدم اینجا یهویی 9 صبح گفتم بدو بیام چون که غزال فرش خونه‌ش رو عوض کرده بود به من گفت بیا فرش قبلی رو بهت بدم. بعد یکی از دوستان میگفت میخوای بریم فرش کهنه غزاله رو بگیری؟ گفتم آره عزیزم آره اشکالی داره. بعد اول اینکه فرشش نوعه چون واقعا خونه غزاله اصلا نه بچه داره نه مهمون اومده مثل خونه من. خونه من که اینقدر مهمون میاد فرش هم والا نوعه. بعد اصلا نوع هم نبود معمولی هم بود میومدم میگرفتم چون به کارم میومد. من اتاق من فرشش خراب شده بود خواستم برم بخرم. الانش هم میتونم بخرم ولی وقتی که فرش هست که میتونم استفاده کنم جای پول این میرم یه کار دیگه میکنم. من یادم مثلا تو شهر ما اینجوری خیلی بول بود خداییش که مثلا یکی حتی بچه کوچیکم داشت یه سری از وسایل اصلا سایز بچه نمیشد بچه بزرگ میشد میداد به عروسشون میداد به خواهر شوهر میداد به دوستی که تازه داره زایمان میکنه. من هیچ وقت این برام عیب نبوده ولی خیلی دوست دارم. من از بچگی همیشه مثلا دختر خانم درستشو میداد بهمون. آره. مامانم همیشه میبخشید چیزا رو. خیلی خوبه میده یه نفر دیگه به جای اینکه اسراف بشه استفاده کنه. بعد هم اون حس خوبی داره هم اینکه تو چیزی که مثلا اضافه بوده تو خونه داری میبینی یکی با لذت ازش استفاده میکنه. فرشش هم توستی 6 متره نه؟ آره 6 متره. من اصلا کلا میخواستم همیشه کرم بگیرم همون موقع که یادم نداشت نه تازه نداشت ولی گفتم حالا یه روز بعداً عوض میکنم. حالا بهتون میگن که مثلا اینجا خیلی همه چی ارزونه واقعا وسیله رو مثلا سریع راحت میتونی عوض کنی. از آیکیا برعکس ایرانه. این هم رژگونه است هم رژ لبه بعد هم پیلوتاکه. شرب. بعد خیلی باحاله. چه ناز. اینقدر خوش رنگه اونا. چقدر به این فصل میاد غزاله. خیلی. بعد نگاه کن رو لبه میزنی. انگار مثلا نمیدونی مثل چیه رژ لبای شارلوت رنگ صورتو گرم میکنه. آفرین اصلا ببین رژ لبای شارلوت انگار مثلا چند تا رژ لب با هم قاطی کردی که به بهترین رنگ برسی. رژ لبای ترکیبی دیدی یه بچه خوشگل میشه. قرآن به نظرم جز بهترین لوازم آرای شارلوت. ببین رنگاش. بعد لباسای خوشگل برند سلاوی فرستاده برای غزاله. خیلی خوشگله و خیلی هم به کار میاد. چقدر شوال جینای گنگ براش فرستاده میگم مخصوص کنسرت سوگنده. جمعه داریم میریم کنسرت سوگند. اون فرش توسیه مال منه بچه‌ها. میبریم خونه بعد با هم چیدمان میکنیم. ما تو میخوای بالا ببندی یا فر کنی؟ آره قشنگه به اون جینا میاد که گنگه. ولی به نظرم باید موها مثلا ببینم بزنم اینجوری عقب. آره موها تو یه حرکتی براش بزن. عینک الو هست؟ نه اینو 30 درهم خریدم. خب واقعا برای غزال 700 درهم اینو 30 درهم. تو عکاسی میکنی همه عینک گرونات نمیتونی. غزال یه چیز بگم عینک بوتگا ونتامو گم کردم. اصلا اینقدر ناراحتم نمیخوام فکر کنم کجا گذاشتم. میگم خدا یه جایی سر راهم قرار بده تو کوچه موچه. دعا کن برام. دیگه اینقدر عینکای گرونم گم شده اون قهوه‌ای رو رفتم ارزون خریدم گفتم تو جزیره میره تو آب. با خدا اون اصلا گم نمیشه. به قرآن منظورم اینه بچه‌ها کجا بود زده بودم اومدم غزاله. اینه 1000 تا عینک گرون دارم گم میکنم اینو خریدم ارزون گمم نمیشه. نگاه به خدا عینک ارزونامون بهتر میمونه با وفاترم. سلامتی اونی که اهل نیست.
سایل تو بچه های یوتیوب نشون بدی بعد برم خونه باشه؟ باشه. آفرین دختر خوب و مهربون فرشته روی زمین. نه آخه تیپ گنگ زدی موها تو بالا بندی بالتره. فرش جدیدش بعد جالبه که این فرش با اون فرشش فرقی نداره، خیلی کاراش جذابه. البته فقط خونه‌شو بزرگتر کرده. آره یه ذره روشن‌تر شد. من فرش ایرانی پر از رنگ و نقش و نگار دستباف دوست دارم. غزال کرم ساده مینیمال. دیگه بگو تفاوتامون. ما از وقتی که اون معرفی چیزو کردم صرافیان، فرش صرافیان. آره. چقدر خوشم اومد از فرشش. یعنی گفتم واقعا خونه بزرگ دار. آفرین. مثلا پذیراییمو دوست دارم از اون بزنم. آفرین. اتاق داشته باشم مثلا اینو میذارم. به قول فایزه گفت من داشتم میز آرایش می‌خریدم، اصولا با فایزه مشورت میکنم. تو دایرکت فایزه گفت خیلی خوبه اینو بردار. گفتم که خیلی ساده است. گفت آنا اتاق خواب تو مینیمال و ساده بچین، تو حالت پر از رنگه. آره. راستم میگه. خوب پیدا کردم. چه جنسش باحاله. به این میاد. عالیه غزاله، به خدا بهش میاد. زیرش هم همین پیژامه بپوشی دیگه عالی میشی. خودش لباس داده از این درس و شلوارا. خب خوبه که همه چی کامل ست برات میفرسته نه؟ آره شبیه کارگاه گجت نشدم. چرا؟ من کارگاه گجت آدم بدیه. نه. خیلی هم آدم خوبی بود تو زندگیش. چیز اون چی بود؟ خدایا ماتریکس. زوله. اینو میپوشیم بگو خب. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم. مثلا کفشا. غزال من کفش اینجوری ندارم. گنگ. آره عینک هم بزنیم غزاله. بعد زیر این جوراب هم میشه پوشید، دامن کوتاه و جوراب مشکی. او مای گاش، او مای گاد، خیلی قشنگ میشه. یا مثلا اینو میتونی بذاری رو دوشه. آره رو سرم هم میتونم بندازم مثلا اینجوری. چه بامزه. فرش خوشگلم و بچه ها. ولی غزاله چقدر بزرگه. ممنونم دوست خوبم، خوش تیپ بچه ها نشون ندادی ها. آره کامل نیست، اونجا براتون فیلم میگیرم. داریم میریم امروز با یه ماشین گنده میخواد عکاسی کنه تیپ گنگ. آره خشکی خفن. وسایلا رو ببریم. نویدم اومد. یه امشب کلن ماشین دست ماه تا شب. چه نوریه. سلاوی. نوید بیاد فرش رو برداره که ما بریم. بچه ها رسیدیم لوکیشن عکاسی. منطقه دیتریه، شبیه کریکار بره. خیلی منطقه شیک و اروپاییه. من دوستش دارم اینجا رو. غزالم داره حاضر میشه. به نظر تو اینو بزنم یا اینو؟ خب قطعا اون مشکی بیشتر بهش اومده. اینو بذار برای اونا. اون اصلا خیلی بهش اومد. این عکاسی تو شبم باحال میشه نه؟ آره. لباساش دیگه کلاس. پاسپورت امارات داری خانوم؟ شانل باشه، لگزاس باشه. او مای گاش. خدایش کار بلاگری سخته ها. شما فقط جای خوبشو میبینیم. 4 ست لباسه، الان ست سومیم. در چه حالی؟ چه محوی غزاله؟ رو سینما بزنم رو. در چه حالی؟ بیا رد شیم. اوکی هم یه ذره این دیتری ساختموناش بلندن، شیشه‌هاش آبی هن. خب بعد عکسام خیلی آبی میفته فیلمام، ولی در کل خیلی آره. باحال شد. به ست لباساش فضای عکاسی میاد. یه ست دیگه داریم مینیماله. یه ست دیگه داریم. بعد بریم چیز بخوریم آسایی. فقط هم میبره بهت بستنی آسایی میده. من پیتزا میخوام با سیب زمینی و لک. بریم غذا میخوریم. آره میریم غذا میخوریم. الکی شکممون رو بستنی پر نمیکنیم. گشنگی داریم میمیریم. بریم برای ادامه کار. بچه ها همه دارن تو مغازه هاشون درخت کریسمس درست میکنن. تو امسال میخوای درست کنی؟ واقعا؟ چه نور
نور اینجا قد قشنگه غزاله. کفشای من کفشای اون شلوار اون شلوار من. این منطقه دیفتریه، جذابه به نظرم، کلی هم کافه داره. وضعیت ما با خستگی وسط لوکیشن های عکاسی. خودش اصلا خبر نداره، بعد ولاگمو ببینه میفهمه. آقا یک روز اومدیم با ماشین شوهر بریم با دوستامون عشق حال، ببین چه اتفاقی افتاد. جی 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 جینگ نگاه کن، وسط تایر سوراخ شده و بادش کامل داره خالی میشه. اینم از شانس ما. نوید دلت راضی نبود ماشین تو ببریم دور دور؟ آره؟ ما هم فلفل باید بریم، واقعا ما نیومده. رسیدیم لوکیشن آخر بچه ها که کافه مرسدس بنزه. خیلی خوشگله اینجا. به 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 به. ما میخوایم عکاسی کنیم دیگه. خسته نباشی دلاور. خسته نباشی. هم کافه رو بچه ها نشون بدم. باشه الان کیفتو بهت میدم کوچولو. اینجا کافه است. بیا باستی تموم شد و اینم از آخر عاقبت ما و ماشین لاکچریمون. رسیدیم آوتلت ویلیج. بیرونش رو بهتون نشون میدم، خیلی خوشگله، مثل بنای تاریخیه. داخلش هم خیلی خوشگله. الان بچرخونم دوربینو. برندا رو داره، مایکل کورس، سی اچ، کوچ. غزاله گفت من تو پولو هم، حالا برم ببینم چی داره میخره. خیلی جای تر و تمیزیه و قیمت هم خدایش نسبت به برندهای داخل دبی خیلی کم تره. مثلا من دوستم برای همسرش از این پیراهنای رالف لورن گرفت توی دبی 850 اینجوری ها فکر کنم. اینجا مثلا 500 490 بود. حالا بعد میام توی کوچ هم بهتون آیتما رو نشون میدم. 30% تخفیف داره. دارن اونجاست. نه اینور تامی و ایناست. اینوره هست، خودم اونم هست. همه چی هست. تو صبر الهی داشته باش. تو اگه صبر الهی داشته باشی همه چی هست. فقط این که صبر الهی. چقدر بهش تغییر میکنه با این لباسا. نگاه کن بس که جذب میپوشه. گوتولو چی خریدی حتت بکر؟ یه شلوار جین خرید بچه ها. منم یه شلوارک بریم. منم یه شلوارک برای نوید خریدم. آره اتفاقا اون دفعه انیس تیشرتاشو نگاه میکرد. اینا تاپه یا تیشرته؟ شده 299 تیشرته. فقط قیافه من بچه ها از صبح تا حالا. چه شیکه خیلی. خیلی خاصه. چند زده؟ چند زده؟ گرونه دیزل. نه دیزل ارزون نه، دل خواهش مکن. 300. آره 1500 بوده. اوه اینقدر گرونه؟ خیلی 1000 2000. داره دنبال یک کفش مشکی پاشنه دار زیر قرمز. عادی یعنی عادی. یک کفش مشکی.
آره خود دختره اونور نشسته اینا رو پوشیده نه خیلی خوشگله نازن کفشاش آره 1800 بیکاره خفنه آره دختره اینو ببین غزاله پر از نگین غزاله غزاله آره 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 دیدی چقدر میپوشه خواستن خیلی آیتمای کچ رو ببینیم بچه ها من یه تیشرت دیدم حالا با غزاله یه نگاهی کنیم اگه خوشگله که بخرمش آخه این قرمزه رو ببین غزاله خدا مال من که اون دختر آمریکا برام خریده اینه خب نمیفرسته اینه چه طرح نازیه نه به بچه ها نشون بده خیلی شیکه خیلی شیک بزرگتر بود آره یه نه فکر میکنی غزاله بچه اینم نگاه چه نازه داری میگیری؟ آنو؟ اینه چه خوشگله کیوته اینم باله برم اونی که انتخاب کردم رو بیارم یه دونه اینو پسندیدم بامزه است اینو پسندیدم نمیدونم اینو خیلی دوست دارم اونو به نظرت بخرم؟ یا گرونه؟ چیز کیوت نداری آخه من 1600 گفت فقط آره نه برو سر جایی ولی این یه خود سنگینه ولی خب این میدونه یه خوبی داره که رو عبا هم خوشگله لیمیتد ادیشنه حیف گوشیم توی جا نمیشه خب وقتی گوشی جا بچه اینم هست اینو نمیدونم بخرم یادم غزاله نه اینو نخرم زنونه است خیلی نه این خیلی نازه این نگاه با شلوار جین میپوشی آره بین این دوتا موندم نمیدونم اگه بین این موندی ببین اون واقعا نازه این نگاه به این خیلی به شخصیت میاد آره اینم به شخصیت ابایی میاد خود دو تا شخصیت دارم من به شخصیتم من آنای دو قطبی من آنای خردادی دو قطبی هم خب بسم الله کن بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خب میخوام این قابش هم در میارم دیگه آنو تهشه این الکی نگو خدا مربعش کن بالا بگیر بچه ها ببینن بچه ها نگاه رد داخل به زور میره به زور هم خوبه درش بسته میشه به زور آره انگار برامون هدیه خریدن بچه ها اینجا میتونم بهش جاکیلیدی بس کنم من میگم کلی چیز میزای خشک غزاله یه چیز کیف کوچولوی اونجوری نداره که خیلی بهش چیز نیست بس کنه مثلا یه دونه گوچی یه دونه شنل یه دونه لوی ویتون که به شخصیت اون کیفا نمیاد ولی این آره تو هزار چیز روژ و موژ و هر چیزا آویزون کن جونمون لیمیتد ادیشن میگه یعنی هیچ وقت تو زندگیشون بر نمیگردیم به بفروشن تموم شده رفت این ستاره‌ای تموم تا قیامت قشنگه برای عکاسی خیلی با کلاسه به نظر من چون واقعا به عکاسیش میاد به کارش میاد من آدمی هم خودش میدونه من آدمی که نمیذارم اینو فایز خیلی بخرن نه دعواشو میکنم ولی امروز دیدم گرفتار کیف بود تو عکاسی وای اینم هست غزاله سنگیش خوشگل نیست ماریه من این بندو خیلی دوست دارم این بند غزاله این چطوره؟ اینم قشنگه بندش خوشگله ولی اون یعنی اون خیلی نازه با خدا این چه غزاله؟ خب از این مدل دیگه حالم داره به همین خب چون داری چون داری کجا دارم؟ آبی تست از دو به ماما
یه آبی کربونی که تهش گلگلکی داشت. نه ولی کلا این مدل کوچ دیگه نه که خز یعنی شده، پیر شده ببین دیگه. این واقعا نگاه الان اونو که برداشتی خیلی تو دستت شیکه. این منظورته؟ کاش یه ذره بهش چیز در بود. خیلی خوشگله. بابا خدا خدا میخرمش. خیلی شیکه. میتونم بهش چیز میزانتون کنم غزله؟ آره چیزای خیلی کیوت. آره اینجا یه چیزی داره بعد توش وای میتونم جاکت فلفلی رو بهش بست کنم. خیلی خوشگله بچه. مامانم قیمتشو بدونه منو میکشه، هیچ وقت بهش نمیگم. عاشق منه، میکشه منو، با نگاش میگه میکشه منو. اینجوریه بچه ها. آخره بین این همه کیف بچه ها اینو خریدم با یه دونه دیگه. چه مدلی بود؟ این کوچولوهای سفید. حالا میرم خونه بهتون نشون میدم. آها این مدلیه، یه ذره روشن تره. اینه ولی سفید خوشگل تره. مبارکم باشه. غذایی هم نذاشتم. اون فکر کردم 1000 درهم بچه ها، 1600 درهم. به قول غزاله این ذره پولشو جمع میکنه میره گوچی یا لویی ویتون میخره. خیلی کیوته ولی به نظرم گرون میومد. دیگه عاقلانه تصمیم گرفتیم. اومدیم تو پولو. خیلی تیشرت های خوشگلی داره. من عاشق این لباس های کنفیشم. خیلی نازن. سردشو ببین، راهراییشو ببین. برای نوید این سرمه‌ای برداشتم با پلوی قرمز، خوشگله. یه دونم سفید برداشتم با پلوی سرمه‌ای رافرانه. خیلی دوتاشون خوشگله. چی برداشتی تو؟ من برای امین برداشتم. کنفیش؟ خیلی کنفیش خوشگل تره تا اون سفته. اوه ای اومده دنبالمون. چطور ما رو بریم بیا. این دوتا ایکس لارج. خب اوکی چطور پیدا کرده؟ وای بچه ما با خرید کردیم پاکت همون رو گذاشتیم اومده پیدامون کرده. کلاهش هم خوشگله. غزاله پس تو بخر بیا اونجا. خدافظ. بریم. چیزای پولو خوشگله، مخصوصا اینا. بعد تنها عیب این آوتلت اینه که زود تعطیل میشه. من غزاله هنوز 3-4 تا مغازه نرفتیم تعطیل شد. بذار ببینم کجاست این دختر. اون ساعت 10 تعطیل میشه. خب دیگه تا از دبی بیای و برسی و تازه خرید کنی تعطیل میشه. پاندورا ببینم چه آویزاش چنده. دستبندم آویز نداره. این دبیه، تخفیف اونقدی نخورده. ببینیم تراش برو تو. برو دقیقه تو. بگو با خدا. وای چقدر اون داره. وای چقدر دوست داشتم اینجا رو برم. اون کیسه بود که یه بار می‌خواستیم بگیریم یادته؟ این مدلی سادهش. وای یکی از بدی‌ها اینجا اینه که زود مبارک کوچولو. خیلی اصلا عاشق رافرانم. خیلی خوشم میاد. خرید میده. خیلی خوشگله همه چی بچه. آره نه یه دوتا یکی کرد. همون یاروه همه با هم یکی کرد. گفت خیلی پاکتات زیاده. آره الان باز نگاه میکنم. بریم حیف شد. میخواستیم بریم پولمون اینجا آتیش بزنیم بیان. آفرین وقت کم میاری عزیزم. یه روز بعد صبح کامل. خیلی خوبه خرید اینجا جایی که اینقدر تو میری دبی مال غزاله. بعد برندای خوب
آره بازم گرونه ها. خب ارزون که عزیزم، برند خوب میخوای ارزون هم میخوای چی میخوای؟ کلا دوبه منظورم اینه که حتی اوتلتشون آره اینجا پاندورا هم وقت نشد نه. در کل خیلی خوبه. من الان 3 تا پرنگ گرفتم برام. خوشگله اینجا بچه ها. واقعا بهترین اوتلتی بود که اومده بودیم. کلی برند خوب و شیک. عالی بود، عالی. آره قشنگ یه روز خواستیم بیایم باید از صبح بیای با خیال راحت بگردی توش. این چقدر بزرگه قداره ما هیچی، یه پلو رفتیم فقط پیرن خریدیم برای شوهرامون. عالی بود. ما اینقدر زنای خوبیم. انشالله یه روز دیگه میایم. آره یه روز از صبح بیایم. عالی بود. خوب شد اومدیم. حتما. اسمش اوتلت ویلیجه. در پنجمیشه ما 4. آره چند تا اوتلت هست، بعد بزنید اوتلت ویلیج. الان بچه ها چطورین؟ امروز داریم میریم ایونت ممو و اصلا نمیدونستیم ایونت تو چه مرحله ایه. هر کی یه مدل لباس پوشیده. غزاله کت شلوار، فائزه لباس مشکی، منم لباس سفید، ولی خیلی جای قشنگیه. شما هم امروز همراه ما توی ایونت باشید. ببینید لوکیشن خوشگلشو. Oh my god. به بچه ها میگم هر کدوم یه مدل لباس پوشیدیم. چقدر خوشگله اینجا بچه ها. وای از عالم از امروز بهمون گفته حق نداریم فارسی حرف بزنیم. وای خیلی قشنگه اینجا. ناف مشهدی، ناف مشهدی. میخواستم یه چیز جذاب بهتون بگم که من با عصر ممو موقعی که اومدم دبی آشنا شدم. یکی از دوستای جدیدم که جنوبی بودن و اینجا باشون آشنا شدم عاشق این عصر بودم، به منم هدیه دادن. واقعا عصرش یه جوریه که عاشقش میشی و نمیتونی دل ازش بکنی و دوستش داشتم. همیشه هم هدیه میگرفتم تا اینکه دعوت شدیم برند ممو و قراره از ماه دیگه باهاش همکاری کنم و خیلی حس خوبیه توی عاشق یه برند باشی و اون برند تو رو پیدا کنه و بخواد باهات همکاری کنه. من امشب خیلی خوشحالم، گفتم شما رو توی این ایونت با خودم بیارم و این حس خوبم رو به شما منتقل کنم. این که آدم جواب کاراش و جواب تلاشاش رو میبینه برای من خیلیه، یعنی برای من خیلی جذابه. نمیدونم الان چی بگم. و در کنارش وقتی دوستت رو اینقدر موفق میبینی بیشتر خوشحال میشی. باید چی کار میکنی کوچولو؟ عکس بگیرم ازش. به به. ابوظبی نیست نه؟ فرنچ لدر. واو. چرم فرانسوی. یه ذره از ساحلم براتون بگیرم. خیلی اینجا بکر و خوشگله. جاتون بس خالی. هم گیفتاشونه که روی همه میزا بود و به هممون گیفتای خوشگل دادن. سلام بچه ها، چطورین؟ هر چی میگردم پایه دوربینم نیست و با تصویر منو اینجوری ببینید. امروز میخوایم با من بیان یه جای خیلی باحال، جشن اتحاد امارات، 53 سالگی امارات که چند تا از امارات با هم متحد شدن و خیلی جذابه. اینجا مثلا همه جشن میگیرن، میرقصن، غذاهای سنتیشون رو میپزن و من که از دوستام اماراتیه، امروز من و غزاله و فایزه رو دعوت کرده
که منم گفتم بدو آماده شم. صدای غر زدنای غزاله هم تو وایسا میاد، میگه آنا بلند نشی 100 سال دیگه بیای. بعد خیلی زود حاضر شم و برم اونجا و شما رو با خودم ببرم اونجا، کلی عشق حال کنیم دیگه. لباسامو باید ببینیم بچه ها. واو. بهار خواهر غزاله عاشق این لباسای سنتی منه. این پیام از دبی به وسط بلژیک برای توه بهاره. بهاره دلم آروم نداره. بهاره باید لباسای امروزم رو ببینی. واو. الان میارم بهتون نشون میدم. یه ذره میکاپمو ببرم جلو و بچه‌ها دارن غر میزنن، لباسامو میارم. چون میخوام رژ لب قرمز بزنم، لباس هم قرمزه، سعی کردم که چشامو زیاد تیره نکنم. کانسیلر زدم پشت چشام و یه ذره با سایه کرم فیدش کردم که یه ذره پشت چشام تمیز بشه. تو این حالت یه خط چشم مشکی با یه رژ قرمز عالیه که من الان خط چشمی که دارم خوش شده و خط چشم جدید ندارم و با سایه خط چشم میکشم. صدا رو میشنوین؟ تو حیات خونه ما هم جشنه. بچه لباس ها رو بهتون نشون بدم. بهاره با دقت نگاهشون کن. یه دونه اینه خیلی خوشگله، یقش رو ببین، این طاووسه، این بلنداست. یه دونه اینه که فائزه میخواد بپوشه الان، خیلی نازه، نگاه خیلی خوشگله. واو مای گاد، من عاشق لباسای این سبکم. دختر بندری هم دیگه. یه دونم اینه لباس، خودم اینو میخوام بپوشم، قرمز همیشه زیبا، امارات. اینم خیلی نازه کار شده روش، نگاه خیلی بامزه است. همشون خوشگلن. برم رژ لب قرمزمو پیدا کنم. حالا از حق نگذریم یا بگذریم، چقدر رژ قرمز خوشگله. قبول دارین؟ برند مای میکاپ استوری، خدایش روشش خیلی خوبه. تموم پوشیدم. چطوره؟ خیلی خوشگله. حالا الان میرم تو آسانسور کامل بهتون نشون میدم. خیلی خوشگله. واو. اینم تیم کامل خودم. بهاره پسندته؟ میکاپم. گریه نکن بچه ها. رسیدیم به لوکیشن. اینا رو ببینید بچه ها، لباساشون رو فقط. اینا حبیبتی. اینجا لوکیشنیه که جشن اتحاد رو میگیرن تو خانواده ها. ببین چه خوشگله، عاشق شیخشونن. جذابترین قسمت این مهمونی میرسه به نون دستی، نون محیابه که من همیشه مامان بزرگم درست میکرد. بچه‌ها یه نون جنوبی که با تخم مرغ و محیابه و سس فلفل و پفک این چیپس عمانیه.
همیشه مامان بزرگم درست میکرد. فایزه کجا خوردی این نونو؟ قشم و بندر عباس من زیاد اومدم مسافرت. بعد خانوما دم در خونه‌شون میذاشتن. ما یعنی مثلا آره خیلی خوشمزه است. می‌انداختن میشستیم کنارشون می‌خوردیم. عالیه. فقط چشام دنبال اینه کی شروع میشه دیدی؟ پذیراییشون هم بچه ها همه رنگ پرچم کشورشون. با مزه خیلی قشنگه. اون نونی که میگفتم اینجوری درست میشه. خیلی خوشمزه است. اسمش رگاگه ولی ما بندری ها بهش میگیم تیموشی. آره. من عاشق مهیامه و سوراقم با تخم مرغ. به پیتزا بندری توی هوا میچسبه. نخود، همون نخودا با آب جوشه، بعد روش لیمو فلفل میریزم، خیلی خوشمزه میشه. اون که اولش سارا دختر خالیه. بچه ها نون خوشمزم، نون بندری، نون جنوبی، وای نولک. عاشقشم بچه ها، خیلی دوستش دارم. به اینجوری جمعش کنم بزنیم تو رگ با هم. غزالم لباسشو عوض کردیم، چه خوشگله بهش میاد. خوش رنگه خیلی. بچه ها چقدر خونهشون ولی حس خوبی داره. آدم یاد خونه مامان بزرگاش میفته. بگو حالا یادته آنا تو کنسرت بچه ها هنوز. بیا بریم تو رابطه، بگیم شب خوابته. بچه ها باز اینم تنده. ببخشید اگه نصف شب داری منو میبینی و الان گشنته، من معذرت میخوام. امارات والبضبيان يرقص يولا في الميدان روح بقطر والقلب هيمان ارقص يلا بریم برقصیم. آنا رو پوشیدیم. آنا همیشه از این لباسه برامون میاره. آره میگم ببوسیم عکاسی کنم خواهش کرد به چکتونو. داریم میریم خونه. کلی اینجا خوش گذشت، خیلی باحال بود، کلی رقصیدیم. بچه‌ها بهمون هدیه هم دادن برقه. چقدر نازه، وای عاشق برقم. خوش گذشت بهت؟ خیلی باحال بود بچه‌ها، خیلی. این خونه مامان بزرگا بود. فایزه خوش میگذره کتونو. چه سخت بازه. وای آسمونو بچه ها. آسمون اصلا روانی بود. وای روانی. منم خونه من مسیرش نزدیک الان میرسم. آی سیاهت نونه کرده نونه سیاهت. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز آخرین روز ولاگه و اینجا میخوام خداحافظی کنم با ولاگ هفتگی. انشالله تا هفته دیگه. نمیدونم تا حالا در مورد تئاترم و اجراهام توی دبی باهاتون صحبت کردم یا نه. من تقریبا 2 ساله که از موقعی که تازه مهاجرت کرده بودم توی دبی تئاتر رو شروع کردم. یه دونه اجرای عمومی رفتیم که خیلی خوب بود، 3 شب، و اجرای خصوصی هم زیاد بوده حالا توی خود مؤسسمون و خیلی قشنگ بود. تیکه هایی از اجرای تئاتر هم هست، حالا اگه بشه برای ولاگ‌های بعدی بذارم. الان هم دارم میرم تمرین تئاتر. این گرده‌بند خوشگلم، معجزه اتفاق میفته مثل نور تو زندگیت. و امروز تمرین دارم. این تمرینمون چیزه، عروسکیه. من در نقش بچه خاله سوسکم که اسمم موسکه. آنا موسکه.
جایی که میریم، مؤسسه‌ای که میریم مهر ماهه که توی جمیرات دبی. امروز مؤسسه رو بهتون نشون میدم، یه تیکه از تمرینم با هم کلاسیام بهتون نشون میدم و همین. من عاشق تئاتر و بازیگریم. شما امروز همراه من بیاین توی این مؤسسه. روزایی که کلا تمرین تئاتر دارم خیلی حالم خوبه. برای من یه تراپیه. از تئاتر برمیگردم انگار یه آدم دیگه شدم. نمیدونم چطوری بگم. الان خیلی حالم خوبه، پر از آرامش. از خونی من تا جمیرا یه ذره دوره، الانم ترافیکه، یه فکر کنم 40 دقیقه تو راهم. اینجا همین مؤسسه مهر ماهه که من میام کلاس تئاتر. خیلی جای قشنگیه، پایینش رستورانه، بالاش کلا کلاسای تمرین تئاتر و خیلی تئاتر اونجا اجرا میشه. این فکر کنم تنها جاییه که ما ایرانی‌ها میتونیم جمع شیم برای کارهای هنری و کلا خیلی وقتا اینجا کلا میخونن و برای حالا خواننده‌های مختلف میان یا هنرپیشه‌ها میان، کارگردانا میان توی این فضا و خوشحالم دیگه که اینجا به هر حال یه جایی هست که ما ایرانی‌ها میتونیم جمع شیم، میتونیم هنری که داریم و اینجا به نمایش بذاریم و اسم اینجا مهر ماهه. حالا میریم طبقه بالا، قسمت این که میخوایم تمرین کنیم بهتون نشون میدم. اینجا قسمت کتابخونه است که حالا کتابا رو قرض میدم بخونیم و عزیز دلم فروغ، عاشق فروغم. خب بریم طبقه بالا. اون طبقه پایین بود که دارم بهتون نشون بدم. ایشون چهره زیبای مدیریت اینجا هستن، خانم هیلا صدیق که شاعر و هنرمندی هستن که بسیار دوست داشتنی. هم فضای تئاتر مهر ماه خیلی فضای خوبیه. خیلی خوشگله اینجا. عاشق اینجا. بریم تمرین بچه ها. فریال در نقش شاپرکه، من بچه خاله سوسکه، اسمم موسکه است. حالا تمرینامونو ببینین شما هم. فریال همینجا خواهد بود. خب ورودیتون کجا میشه؟ هیچی دیگه. حالا مثلا فرض کن من و آنا اینجا بشیم، مثلا من و آنا با 2 تا صندلی اینجا کنار هم. آره اونجا نشسته حالا باشه. خونه سوسکه کجا؟ خب فکر کن اینجا. خب تو در ماسکه میشی نگاه. خیلی اصلا خیلی دوره. ماسکه کی میشم؟ تماشاچی. باید اینجوری بشینیم؟ آره خونمونه اینجا دیگه. میخوام قلیون برات چاق کنم چایی. نه ما برای بازی میایم اینجا وسط. ها بازی تو آره دارم میگم که فریال موقعی که آفرین این اذیت کنی شیطونه مهربونه. یه ذره میخوام دقت کنم. من اومده بودم به خاطر اینکه مادرم حالش خیلی بده. خوی بدبخت ها، اما به جز من که دیگه کسی رو ندارم. دیگه از جایی که آنا داد میزنه، پس بر اساس احساس باید حس کنیم کوچه رو گذاشت. حس، نگاه، حرکت، بعد دیالوگ. این دیالوگ دقیقا آخر بود. اگه این ارتباطش شکل بگیره تمومه. متوجه میشه که اینجا داره چه اتفاقی میفته. فکر میاد به کلت. این تغییر حس خوبه. دست میده. بریم یه بار دیگه از اونجا که نگاهش میکنی دیالوگت هم بشه و یکم فضا عوض شه. بریم. والا نمیدونم، حالا راست میگفت، ما رو اسکول کرده بود، خدا رو عالمه. یه چیزی میگفت از این حرفای تو. والا 30 دقیقه ننمو صدا کنم. عزیز 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 بیا عزیز. چتی؟ چی شدی کوچه رو گذاشتی رو سره؟ دختر شما پریود خوب عزیز. ها بیا بیا. دختر شما
و خیلی خوب بود. بچه‌ها مقید نکنید خودتون، نگاه دارید زور میزنید جاتون رو پیدا کنید. جا روی صحنه برای ما مهم نیست. بچه‌ها تمرین ما تموم شد، بعد برگردم خونه. خیلی عالی بود. عاشق دادرم، جاتون خالی بود خیلی. انشالله اجرامونم براتون میذارم. تمرین بدنم داریم، تمرین بیان داریم. در کل همه چیز عالی بود. بچه‌ها خسته نباشید. خسته نباشید. مامانمه خاله سوسکه، ایشون هم شاپرکن، منم موسکیم. خدافظ. بریم خونه بچه‌ها. گفتم اینجا کشک و بادمجونش خوشمزه است، بگیرم ببرم خونه با نوید بخوریم. بعد یه چند دقیقه ببونم که کشک و بادمجون آماده که اینقدر که دوست دارم. به نوید میگم میشه 2 تا بگیرم برای فردامون. میگه حالا تو یه دونه بگیر بیا خونه و برم خونه. مامانم از بندر میگو فرستاده، میگوها رو جا بزنم تو فریزر. کلی کار دارم. میتونم شما هم اهل تئاتر بودین، دوست دارین به هم بگین تو کامنت ها. به عشق کشک و بادمجون بهش گفتم سبزی خیلی زیاد بذار. خیلی کم گذاشته. گفتم سبزی رو بیشتر بذار با تو. چرا حرفمو گوش ندار؟ زن فیلیپینیه. اینم نون. اینو ببین دختر، اینو ببین. عسله عسل. چه بوی، چه بوی. وای بچه ها بوشو حس کردین چه کشکی. وای مای گاد. خیلی خوشمزه است. دوید من شروع کردم. اومدیم بیا عزیزم. نون سنگک ها داشته باش. سنگک باشه، کشک و بادمجون باشه، سبزی تازه باشه. میخوام یه جوری که کلا این دوربینه روش باشه. عاشقشم. کشک چی میگه؟ بگو که تو هم مثل من عاشق کشک و بادمجونی. ولاجمون با این کشک و بادمجون میخوام پایان برسونم. مادرشوهرم کلی برام ترشی انداخته فرستاده، تازه از بندر رسیده. به نوید گفتم 2 تا بخرم، گفت نه زیاده. به قرآن من هم اینو 3 روز میذارم فریزر میخورم. کسی بیشتر رد بخونی؟ جا این ترشی ها رو مادر شوهرم از بندر فرستاده. همشون ترشی کلمه، اینا ترشی با لبوه قرمز شده. کلی ترشی مخلوط فرستاده. بعد اینم همون پودر گشنیزه که من توی همه غذای دریایی میریزم. امروز افتادم به جون خونه، اینقدر خونه رو تمیز کردم خودم کیف کردم. چون کم کم باید بخوابم که فردا کلی کار داریم. شب بخیر. نوید شب بخیر بگوی بچه ها. دست ما بدونم راست نخواب. خوابه شب بخیر.